اولین تشکیل‌شوی کافه ادبیات من در این کافدرا مدیر کافدرا بودم و حاضر هم در همین کافدرا کار کرده شدم. در وقت دانشجویی و در وقتی که من در سالهای 60، 70، 80 با کافدرا بسیار عالمان دانشمندان مشهور جمهوری را دعوت کرده می‌شدند. با پیشنهاد ما و با دستگیری رکتوران دانشگاه اکادمیک عبدالغنی میرزویف، اعضا کارسپاندنت اکادمی فنها، یعنی عضو وابسته اکادمی علمها، استاد ناصرجان معصومی، صاحب تبارف و اکادمیک رجب امانوف و دیگر دانشمندان بسیار سطح بین‌الخلقی، سطح جمهوری دعوت کرده می‌شدند و آنها در کورس‌های مخصوص درس می‌گذاشتند و ما در اون وقت معلم جوان بودیم، در درس‌های آنها اشتراک می‌کردیم. یعنی از مکتب کلان دانشمندان بسیار صاحب مکتب جمهوری ما در قطار دیگرها همکورس‌های ما، من گریز ابراهیم‌زاده و دیگرها می‌گذاشتیم. بنابر همین قدی همین کافه ادبیات که یک گوشه که بسیار سرمسئول دانشگاه است و فاکولته زبان ادبیات تاجیک میگفتن، بعد فاکولته حاضر فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک نام دارد، زیر شعبه روزنامه‌نگاری و شعبه زبانشناسی و اطلاعاتی مثلا تکنولوژی اطلاعاتی علاوه شدگی است. بنابر همین بسیار دستاوردان ارزنده از این فاکولته برآمدند. ما افتخار میکنیم که من یاوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان ختم کننده دانشگاه است، محترم عزیز و ابجواد قهاروویچ، که وزیر امنیت جمهوری تاجیکستان محترم یتیموف سیمومی ستاروویچ، رئیس نایب فخر و دهها صدها همین خیل اربابان سیاسی، راهبران وزارت‌ها، کمیته‌ها، این چنین اربابان علم و ادب با مانند استاد آدینه هاشم و مانند حق‌نظر غایب و دیگر شاعران و عالمان، دهها عالمان و دکتران و پروفسوران ختم کننده همین دانشگاه هستند و خصوصا من حاضر در همین دانشگاه که زیاده از 7000 طالب علمان تحصیل میکنند و صدها پروفسوران و آموزگاران در اینجا با کار تعلیم و تربیت مشغول هستند. اکثریت کلی همین ها ختم کننده همین فاکولته های دانشگاه هستند. یعنی نقش دانشگاه دولتی کلاب در تیار کردن کادرهای برنده اختصاص، در تامین کادرهای سیاسی و علمی و مثلا جمعیتی در جمهوری یک نقش باسزا و ارزنده دارد.